25 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه جیهون را به استفاده دادند. افتتاح این انشا در دایره تدبیرهای سازندگی و بنیادکاری و با مقصد تحکیم زمینه‌های مادی و تکنیکی ساختارهای حزب عملی گردید. ساختمان بینای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه جیهون جهت عملی نمودن تشبث نجیب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان راه اندازی شده است. ما حزبان ناحیه جیهون اظهار سپاس و مینه‌داری خود را به رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بهر چنین شرایط سازگار فراهم آوردن به کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه جیهون بیان می‌نماییم. از این دستگیری‌های رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ما حزبیان روح و الهام تازه گرفته فعالیت خود را بیش از پیش در اساس آیین‌نامه و برنامه‌های حزبی باز هم جانب می‌نماییم. قابل ذکر است که بینای پیشینه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه جیهون همگی از 3 اتاق کاری عبارت بود و برای فعالیت ثمرناک کارمندان شرایط مساعد کاری فراهم نبود. با نظر داشت افزایش حجم فعالیت و ضرورت بهتر نمودن شرایط کاری تصمیم گرفته شد که بینای نو با طلبات معاصر معماری و شهرسازی بنیاد گردد. بینای نو از 6 حجره کاری، کتابخانه، حجره والنتیران و مجلسگاه با 60 جای نشست عبارت بوده. در آن برای قبول شهروندان، برگزاری چرابینی‌های سیاسی و معرفتی و فعالیت منتظم حزبی تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. این غمخوری‌ها و دستگیری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ما حزبیان را وادار می‌سازد که از هر وقت دیده بیشتر کار نماییم و پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان عزیز را همچون حزب پیشبرنده جامعه تامین نماییم. ضمن بازدید از بینای نو سرور دولت به صفت کارهای ساختمانی و شرایط فراهم گردیده بهای بلند داده تاکید نمودند که تحکیم فعالیت ساختارهای حزبی در محل و بالا برداشتن معرفت سیاسی، تحکیم وحدت ملی و تطبیق ثمرناک سیاست دولتی مساعدت می‌نماید.